کشور قطر برای افغانها 2000 ویزای کار صادر میکنه. حال این کارها چی است؟ از چی طریق شما میتونید ثبت نام بکنین؟ آنلاین است یا آفلاین؟ از کدام ولایت است؟ از کجا میتونید ثبت نام بکنین؟ این ویدیو رو تا آخر ببینین. میخوایم در همین ویدیو تمام از این گپا رو برای شما جواب بدم. دوستا، کشور قطر با امارت اسلامی افغانستان یک توافق امضا کرده. البته این بین کشورهای دیگه خیلی زیاد است. خب کشور ما کمک ضعیف شده در این مورد. اگر قبلا هم بود، در وقت حکومت قبلی هم مسائل بود، به بعضی وزارتخانه ها بعضی بورسیه می آمد، بعضی چیزای می آمد که مصرف چند نفر میدادن، میرفتن خارج، تحقیق میکردن، درس میخواندن، بعضی کارا میکردن، دوباره پس برمیگشتن دیگه. به همین شکل فعلا کشور قطر هم با وزارت کار امور اجتماعی امارت اسلامی قرارداد امضا کرده. 2000 نفر کارگر میخواید. حالا ما برای این میگیم کارگر، اما کارایی را که ماندن زیادش به کارگری نمیمونه. چیزایی را که خواستن زیاد بلند هم نیست، زیاد هم از بلند رتبه هم از پایان رتبه دیگه امور خواستن. ما امور رشته‌ای را که اونا کار دارن یا کارگرایی را که به حساب بگیم کار دارن برای شما میگم، یکی الکتریکال انجینیر، مهندس فارسیش بگیم برای شما، مسلمانیشه مهندس برق، مکانیک خودرو، یا امی درباره موتور هر چیزی که شما میفهمین، تکنیکیشه، حالا وایرینگ کاریش اگه کپی کشیش هر چیز در مورد موتور شما میفهمین. شیردوش، فکر کنم فارمای گاوداری جایی هست، حالا گاو گوسفندی چیزا که شیرش شما بدوشین، یعنی کسایی که دیقانکار هستن دیگه، مالداری یاد دارن، اونا میتونن. سرآشپز بخش اصلی تقریبا 4 رقم آشپز، سرآشپز بخش اصلی، باز خود سرآشپز، باز دستیار اول آشپز، باز دستیار دوم آشپز و همین رقم. یعنی کسایی که آشپزی یاد دارن ولی آشپزی معمولی فکر نکنم باشه. یعنی از برگر ما خب پیش از او در نظرشون نمی، از این پیتزا شروع به بالا، چند نوع پیتزا یاد داشته باشین، چندین نوع کباب یاد داشته باشین. حالا که زیادش یاد نداشته باشین یادتان میاد. بیخی استاد بودن هم دایش مهم نیست، ولی اینطور گپ است که این مسئله شده رقابتی. دوستا، حالا من یارو بر شما میگم دیگه، توضیحاتش میدیم، پیش میریم. مربی تفریحات هتل منظورش از است که مهمانا رو شما میبرین اینجا، مثلا شما میتونین آب بازی کنین اونجا، رو میتونین این کارا کنین، یک معرفی هتل میکنین، راهنما همین تفریحات اینا رو همراهشون سرگرم میکنین، بعضی کارهای میکنین. شاید حالا من حدس میزنم مثلا شاید یک خرسک در جان شما بتن که اشتکار ناز به تریش خندی کو همراهش، این کاری هم امکان داره در بینش باشه. مربی تفریحات هتل دیگه مسئول حمل غذا و نوشیدنی، اگه به زبان خودمون بگیم گارسون هم میشه. کسی که غذا و نوشیدنی رو میبره پشت دروازه، میتبره میمان، از آشپزخانه انتقال میده تا اتاق و تا امو حوض و بازی و تا مثلا سالن ورزش، هر کس خلاصه هر جایی که هر چیز رو میخواد از آشپزخانه تا اونجا که انتقال میدی اونو منظورش است دیگه. خوبی بود. همان کننده میز خدمات و نظافتی براتون چی بود؟ میز پاک کن دیگه، خلاصه میز چاکی هر جایی که دیدین بیادر صافی کش کرده برو.